دوستان سلام. با آموزش استفاده دستگاه آسیا بیمه باشی کد 9224 و 9222 که حالت کلیدی هستش، کارایش عین هم است. در خدمت شما عزیزان هستیم. دستگاه تو حالت معمول که روشن میشه رو حالت فنجون هستش که میتونید حالا بر حسب تعداد فنجونایی که نیاز دارید خودتون تنظیم کنید و بعد از استارت کردنش خودش اتومات قطع میکنه. میتونید اگر رو حالت فنجون نخواسته باشید دستگاه رو حالت تایمر بر حسب ثانیه خودتون تنظیم کنید، هر ثانیه که نیاز داشته باشید. بعد از استارت کردن، بعد از تموم شدن اون تایم، خودش اتومات قطع میکنه. اقلامی که همراه خود دستگاه هستش یک مخزن هست، دو تا پایه نگهدارنده هد گروپ هستش که یک سایز 51 خانگی هست و یک سایز بزرگتر. دو عدد فانل هست که یکیشو سایز 51 که برای دستگاه خانگی میشه استفاده کرد و یک سایز بزرگتر هم گذاشتن که اگر داشته باشید میتونید استفاده بکنید. یه عدد فرش هم برای تمیزکاری روی خود دستگاه گذاشته شد. تنظیم کردن حالت‌های مختلف دستگاه همینجور که مشاهده میکنید: حالت فرنچ پرس، پور اوور، فیلتر، سایفون، موکا و در آخر اسپرسو هستش که رو هر حالتی که خواسته باشید میتونید با چرخش به سمت چپ و راست درجه های مختلف رو برای آسیاب کردن تنظیم کنید. میریم برای نصب پایه. حالا اولین پایه که مخزن خودش هست، مخزن رو قرار میدید. رو حالت مخزن که باشه هم میتونید روی تایمر و هم روی فنجون تنظیمش کنید و دستگاه رو استفاده بکنید. برای نصب پایه های نگهدارنده هد گروپ این دستگاه باید به این صورت، این دوتا شیارها باید به سمت بالا باشه. زیر خود دستگاه دوتا شیار همونجوری که مشاهده میکنید قرار گرفته. به این صورت جا میزنید. نکته ای که هست بعد از جا زدن این پایه نگهدارنده، اون حالت ببینید اون حالت فنجون دیگه قطع میشه. فقط شما باید رو حالت تایمر دستگاه رو استفاده بکنید وقتی که پایه نگهدارنده هد گروپ روی دستگاه نصب هستش. تایمرتون رو میتونید حالا تو هر تایمی که خواستید تنظیم کنید. دست گروپ رو قرار بدید و حالا بعد از اینکه تایمتون رو تنظیم کردید با فشار دادن دست گروپ شروع به کار میکنه و بعد از تموم شدن تایم دستگاه اتومات خودش قطع میکنه. برای سایز بعدی هم که خواسته باشید استفاده بکنید، گفتم یک سایز بزرگتر هم همونجوری که مشاهده میکنید روی دستگاه قرار گرفته. و نکته بعدی برای باز کردن این قسمت مخزن دستگاه، پشت دستگاه یک حالت شاسی قرار گرفته که ابتدا اجازه بدید من دستگاه رو از بر بکشم. پشت دستگاه همونجوری که مشاهده میکنید یک زامن قرار گرفته که با فشار دادنش به سمت پایین دستگاه قفلش آزاد میشه و میتونید جداش بکنید. برای جا زدن مخزن هم ببینید این شاسی دوباره باید به سمت پایین قرار گرفته بشه و دستگاه رو به سمت ببینید به این صورت. کلید رو که فشار دادید به سمت پایین، مقصد باید به سمت چپ چرخیده بشه تا مخزن جا بیفته. دوستان اینجا من الان مخزن رو جدا کردم. همونجور که مشاهده میکنید تمام تیغ ها الماس هستش. ببینید هیچی پلاستیکی استفاده نشده داخل دستگاه فوق العاده قوی هست و حتی برای استفاده داخل کافی شاپ هم میتونید راحت استفاده بکنید. برای تمیزکاری حتی این محافظ دور تیغ رو هم میتونید به راحتی با این شاسی رو به سمت چپ بچرخونید، قفلش آزاد میشه، کامل میتونید جداش کنید برای تمیز کردن.
و دوباره به همین صورت بذارید سر جاش و به سمت راست بچرخونیدش، قفل میشه. این پای رو دوباره میچرخونید سر جاش. دوستان تمام توضیحاتی که روی این مدل دستگاه خدمتتون توضیح دادم، مدل 2293 که کلیدی هستش دقیقا مشابه همین دستگاه از کارایش و هیچ فرقی نداره. تنها تفاوت این دو تا دستگاه لمسی و کلیدی بودنشه. ما باقی امکانات و کارایی دقیقا مشابه هم دیگه است. ممنون میشم که کلیپ رو برای دوستاتون بفرستید.